خرس کوچولو در جنگل سبز و آرام مشغول بازی بود و با هیجان هر گوشه تازه‌ای را کشف می‌کرد. ناگهان از گوشه‌ای از جنگل آتش شعله ور شد و دود سیاه به آسمان برخاست. در شهر آتش نشان‌ها آماده شدند تا سریع به محل حادثه بروند و کمک کنند. هشدار آتش سوزی اعلام شد و تیم آتش نشانی فوراً آماده حرکت شد. ماشین‌های آتش نشانی با سرعت از خیابان‌ها گذشتند تا به جنگل برسند و کار خود را شروع کنند. آتش نشان‌ها مستقر شدند و با شیلنگ‌ها و تجهیزات خود تلاش کردند آتش را خاموش کنند. میان دود و شعله‌ها خرس کوچولو پیدا شد و همه نگران او شدند. خرس به سرعت به بیمارستان منتقل شد تا مراقبت و درمان لازم انجام شود. پس از چند روز مراقبت خرس دوباره به جنگل سبز خود بازگشت و با شادی میان درختان بازی کرد.